افسانه سه برادر. قسمت اول. در افسانه‌های قدیمی آمده است که در بهار نخستین سال از حکومت چانگ یوان به سال 184 بعد از میلاد جنگ و خونریزی سراسر کشور چین را فرا گرفت. مزارع از بی‌آبی خشک شدند و قحطی و بیماری بلای جان دهقانان شد. در این میان حکومت خودکامه چانگ یوان با گرفتن مالیات‌های سنگین فشار بیشتری را بر مردم تحمیل می‌کرد. سرانجام این وقایع باعث شد تا دهقانان در همه جا علیه حکومت دست به شورش بزنند. همه رو بکشین، هیچ کس رو زنده نذارید. به کسی امان ندید. در این میان چانگ چیائو رهبر بزرگترین دسته دهقانان شورشی با نام کلازردها به جمع‌آوری سپاه 10,000 نفری از سراسر کشور چین پرداخت و بدین ترتیب سعی در براندازی حکومت امپراتوری آن را داشت. چی آقا؟ یعنی میگی نمیخوایم پول غذاتون رو بدی؟ تو میخوای از مامورای حاکم پول بگیری؟ نه اینو نمیگم، فقط میخوام غذایی که خوردین پولشو بدی. نفهمیدم، بازم که میگی. داری چی کار میکنی؟ نکنه تو هم همدست شورشی ها هستی که داری با ما بحث میکنی؟ ما باید بدونیم شورشی ها اینجا هستن یا نه. نه خواهش میکنم. اینجا رو به هم نریزین. چی شد؟ شما کی هستی؟ چه فرقی میکنه من کی هستم؟ منم یه آدم معمولی هستم مثل همه اهالی شهر. برای تو مهمه؟ مسلمه، ما مامورای حاکم هستیم. معلومه تو از کلازردا هستی، اینو از همون اول فهمیدم. کلاه زردا یعنی اینقدر به اونا شبیه شدم؟ ولی من که کلاه ندارم. سرمو خوب نگاه کنید. مهم نیست، تو دشمن مایی. درسته. حالا که اینطور میخواین من حرفی ندارم.
ازت متشکرم آقا، شما منو نجات دادی. نه زیاد امیدوار نباش، منم با اونا فرقی ندارم. فکر میکنم از این به بعد مرد ثروتمندی مثل شما باید مزد منو بده. چی؟ خیلی بد شد. من مجبورم از اینجا برم، ولی مطمئن باش که بعداً برمیگردم. زود باشین. اونجا رو بگردین. از این طرف، از این طرف. از سر رام برو کنار جوون. آفرین، خیلی خوب بود. یه مرد نباید انقدر خشن باشه. عقیدت اینه؟ پس با من بجنگ تا خشونتو درست حسابی نشونت بدم. واقعا متاسفم، اصلا مایل نیستم با تو بجنگم. پس اعتراف کن که از من میترسی. نه خیر، از تو نمیترسم. الان باید برای مادرم یه کاری انجام بدم. با این حرفا میخوای از مبارزه با من تفره بری، ولی از اونجایی که برای مادرها احترام زیادی قائلم و عقیده دارم همه باید به خواسته های مادرشون احترام بگذارن، اجازه میدم بری. اون هشتش اونجاست. خدای من، سب کن. فعلا خداحافظ. تو حالت خوبه کوچولو؟ بله متشکرم عمو جون. دخترم، شنیدم که اینجا یه خونه است که درخت توت بزرگی توشه. درست شنیدیم، اونجاست. آه بله خودشه. این همون درخت بزرگه. عمو شما اومدین که آقای لیوبی هسپانته رو ببینین؟ بله درسته، من میخوام ایشونو ببینم. آقای لیوبی معلم خط من هستن. من شما رو راهنمایی میکنم. راستی اسم من هیانگلانه. متشکرم کوچولو. عجب درخت بزرگیه. مثل اینکه شما شاگرد آقای لیوبی هستین. اسم من کوان یو یونچانگه. از استان چی اومدم، منطقه اوتو. لطفاً به استاد بگید میخوام ایشونو ببینم. لیوبی هسپانته من هستم. خیلی از شما معذرت میخوام. لطفاً بی‌ادبی منو ببخشید. خواهش میکنم بلند شین، اصلا مهم نیست. خواهش میکنم این کارو نکنین. منم یه آدم معمولی مثل دیگران هستم. نه، همونطور که ژنرال کانگ سان تسان بارها گفتن شما مرد بزرگی هستین و این رفتار از نجابت و بزرگواریه شما. ها؟ که گفتین شما کانگ سانتسان رو میشناسین؟ ایشون منو تعلیم دادن، استاد من بودن. بله، اسم شما را زیاد شنیدم. درسته که شما میخواین در این شرایط سخت به مردم کمک کنین؟ من گمان نمی کنم این کارو بکنم. با اینکه اصول نبرد کردن از آقای لوچی یاد گرفتم، اما هیچ وقت به این اقدام بزرگ فکر نکرده بودم. لیوبی از آداب معاشرت بدوره. ایشون از راه خیلی دوری اومدن. دعوتشون کن بیان بله. تو. آقای کوانیو لطفاً بفرمایین تو کمی استراحت کنین. ازتون خیلی متشکرم. آی صبر کن، صبر کن. تو بالاخره پیدات شد؟ همونطور که قول داده بودی باید با من مبارزه کنی، یادت هست؟ شانگ فی، تو که شمشیر نداری، بهتر مواظب خودت باشی. برای شکست دادن تو احتیاجی به شمشیر ندارم. نگاه کن. میترسم. این مرد خیلی خساس، الان از پا در میاد. تو دخالت نکن مرد جوان، باید با من مبارزه کنی. بس دیگه شانگ فی، ایشون لیوبی هسپانته هستن. با ایشونم مادرشون هستن. خیلی ازتون معذرت میخوام، قربان، خواهش میکنم منو ببخشید.
اصلا اشکالی نداره. شما منو با یه نفر دیگه اشتباهی گرفتید. ژنرال کوانگ سانتسان گفتن که این درخت توت نشانه اینه که در این خانه قهرمان بزرگی به وجود میاد. اون قهرمانم آقای لیوبی هسوانته هستن. خواهش میکنم منو به خاطر رفتار بدم ببخشید و جز به سربازان خودتون بپذیرید قربان. مادر فکر میکنم راه دیگه ای نداریم. به هر حال این دیگه سرنوشت ماست. نمیخوای راجع به شام امشب چیزی بگی پسرم؟ خیلی ممنونم. من گرسنم بود. میدونید این باعث افتخار ماست که شامو با شما بخوریم. از حالا با هم دوستیم. امروز ظهر موقع نهار غذای خوبی برای خوردن گیر نیاوردم. امروز صبح شنیدیم که یه آدم پرقدرت اما خسته به دهکده چانگیتین اومده. بله درسته. این طور که همه میگفتن اون یه مبارزه. کیا اینو میگن خانم؟ همه. آقای لیوبی، با داشتن این مادر مهربون بهتون حسودی میشه. باشد میاد؟ هیانگلان عمو رو اذیت نکن. هیانگلان بهتر دختر خوبی باشی و اینقدر عمو جون رو اذیت نکن. من میخوام با عمو کوانیو شام بخورم. یانگلان رو خودم بیارم تو خونه. ناراحت نباش برادر. شما به آقای لیوبی میگید برادر؟ چه مانعی داره؟ من احساس میکنم که 2 تا پسر دارم. دیگه بهتر از این نمیشه مادر. بله. کوان یونچانگ مردی شجاع و با وفا بود. او تصمیم گرفت که فقط به لیوبی هسوانته کمک کند. این تصمیم وی بر لیوبی هم تاثیر زیادی گذاشت. من در راه آمدن به اینجا مناظر تأسف آور زیادی رو دیدم. مزارع سوخته و خانواده هایی که غذایی برای خوردن نداشتن. من شنیدم اطراف امپراتور رو عده‌ای فرصت طلب گرفتن و اجازه نمیدن کاری برخلاف منافع اونا انجام بشه. کلاه زردا دهقانایی هستن که بهشون ظلم شده و برای اینکه خودشونو از ستم آزاد کنن شورش کردن. اما حالا مبدل به گروهی شرور و سرکش شدن. نه، رهبر اونا چانگ چیهو اصلا در فکر کشورگشایی نیست آقای لیوبی. اون نمیخواد امپراتور بشه. بهتر از نزدیک با اونا روبرو بشید. و میخوای من چی کار کنم؟ میخوام شما رهبر گروه شورشیان باشید آقای لیوبی. من؟ مثل اینکه کلازردا خودشون پیش شما آمدن آقای لیوبی. اونا دارن مردم رو میکشن. بله کاملا درسته. لیوبی من نگران هیانگلان هستم. من میرم سراغ خانواده‌اش. لطفاً مواظب خودت باش. هیانگلان! 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 آقای لیوبی! آقای لیوبی! هیانگلان! آقای لیوبی! هیانگلان تو حالت خوبه؟ پدر و مادرم می‌خواستن منو فراری بدم ولی خدا سرد اونا رو. اونا کشته شدن؟ همشون کشته شدن. اونا رو باید بکشی. خب مثل اینکه ما رو نمیشناسی. شماها پدر و مادر این بچه رو کشتید درسته؟ تو
چی میگی؟ تو رو میکشی. من شماها رو نمیبخشم. بهتر خودتو برای مردن آماده کنی. آماده با. لطفاً کنار بگید. انتقام دوستانتون رو بگیرین. برادر لیوبی، خواهش میکنم اونا رو بسپار به من. همشون رو میکشم. نشینی نکنین، با اونا بجنگین. اگرچه هیانگلان آرام خوابیده بود، اما واقعیت این بود که او پدر و مادرش رو از دست داده و حالا در این دنیا تنهاست. من از خونریزی و کشتار بدم میاد، اما حالا متاسفانه همه به جون هم افتادن. این جنگ تا کی میخواد ادامه داشته باشه؟ کاش دوباره همه جای کشور آروم و پر از صلح و صفا بشه. پدران ما همه کشاورز بودن، اما من چرا باید وارد این ماجرا بشم؟ این چیه مادر؟ لیوبی، اجداد تو صاحب این شمشیر بودن. ما از خانواده شاهزاده‌ای هستیم که پدرش پسر بزرگ امپراتور چینگ بود. شما چی گفتین؟ پسر بزرگ امپراتور چینگ بود؟ انتظارشو داشتم. احساس میکردم که با مادر و فرزندای معمولی فرق دارن. درست میگی، حق با تو. بد نیست که رئیس آدم از فرزندان امپراتور باشه. من که خیلی خوشحالم. همه چیز دست به دست هم داده تا تو به خاطر برقراری عدالت در این کشور با دوستانت قیام کنی. سعی کن از جنگ‌های ناخواسته جلوگیری کنی و کشور رو به آرامش برسونی. لیوبی، سعی کن بهترین راه رو انتخاب کنی. آقای لیوبی، حرف مادرتون رو قبول کنین. شما با تشکیل دادن یک ارتش بزرگ میتونین جلوی کلاه زردا رو بگیرین و آرامش رو به ما برگردونین. خواهش میکنم قبول کنین. از این طرف بفرمایید. مادر اینا دیگه چیه؟ خیلی عالیه، کار خوبی کردین مادر. حالا اینا برای کی هست؟ این مراسم برای شما سه تا برادره که تا همینجا بشینین و عهد و پیمان خودتون رو ببندین. از من فقط همین کار ساخته است. حالا با همینجا بشینین و قرارهای لازم رو بذارین. امیدوارم نتیجه خوبی بگیرین. شاید فیته که راضی هستی مگه نه؟ خب معلومه که راضی هستم. ببخشید. حالا دیگه ما سه تا با هم برادریم. بنابراین مادر لیوبی مادر منم هست. مادر ما 3 نفر نه، بلکه 4 نفر، چون حالا دیگه یانگلان هم خواهر ماست. منم؟ یعنی شماها برادرای من هستید؟ خیلی خوشحالم. چه خواهر خوبی. بغل من خواهر کوچولوی خودم. مادر عزیزم، شما چقدر دوراندیشین، ازتون سپاسگزارم. لیوبی، اصلا نمیخواد به خاطر من نگران باشی. من و هیانگلان با هم زندگی میکنیم. شما نمیخواد به ما فکر کنیم. در فکر کارایی باشین که باید در آینده انجام بدیم. بله. سخنان مادر به لیوبی این شجاعت را داد تا تصمیم خود را به راحتی بگیرد. در این میان بین مادر و فرزندان رابطه محکم برقرار شد. ما 3 نفر سوگند یاد میکنیم
با اینکه در روزهای مختلفی به دنیا آمدیم در یک روز و در کنار هم بمیریم. سوگند یاد می‌کنیم. بگید ببینم شماها کی هستین؟ اینا کسانی هستند که کلاهزردا خونه هاشونو آتیش زدن و پدر و مادراشونو کشتن. اهالی همین دهکده هستن. ما شنیدیم که آقای لیوبی میخوان ارتشی از افراد داوطلب تشکیل بدن. ما آمدیم داوطلب. اجازه بدید ما هم به شما منحل بشیم. بذارین بیان برادر لیوبی، اشکالی که نداره. میدونین قوانین ارتش خیلی سخته. آیا شما آمادگیشو دارین؟ اگه دارین بگین بله. بله. فکر میکنم اونو یه جایی دیدم. همونه که پول غذا رو از سربازا گرفت. پیمان سه برادر در زیر درخت هلو در همه جا پخش شد. اکنون آنها خود را آماده کرده بودند تا با ظلم و ستم بجنگند و یاری دهنده مظلومین باشند. برادرانم لیوبی، شانگفی، کوانیو، دست در دست یکدیگر داده اید تا کشور را دوباره سامان ببخشید. میدانم چه رنجهایی در این راه کشیدید. میدانم من هر روز غروب بر فراز تپه همیشه سبز کنار دهکده به امید بازگشتتان به دوردست ها خیره میشم. نمیدانید چقدر دلتنگتان هستم. اکنون مدتی است که گلهای سپید باز شدند، اما شما هنوز باز نگشتید. به نسیم گفتم تا بوی گلهای سپید را برایتان بیاورد. به نسیم گفتم که غبار سختی ها را از چهره هاتان بزداید. مرا بیش از این منتظر نگذارید. برگردید، با پیروزی برگردید.